کادو نمیخری؟ خیلی اصلا تا حالا برای من گل خریدی؟ این همه سال خریدی؟ چه اصلا من دوست نداری اصلا برات مهم نیست هیچی. برات چایی بردم. من چی میگم تو چی میگی؟ چایی؟ دست در نکنه واقعا زحمت کشیدی. گری چپمن تراپیست رابطه میگه که ما 5 تا لاو لنگویج یا زبان عشق داریم. یعنی به 5 شیوه میتونیم عشق رو ابراز بکنیم یا اون رو دریافت بکنیم و برای هر کدوم از ما، برای هر انسانی 1 یا 2 تا از این روش ها راحت تره و رادست تره برامون که انجامش بدیم. مثل کسی که 5 تا زبون بلده ولی با 1 یا 2 تا از این زبون ها راحته که حرف بزنه و ارتباط روزمره داشته باشه. و اگه ما اون روشی رو که برامون راحت تره به اون شیوه دریافت عشق نکنیم، اون ظرف عشقمون خالی میمونه یا به عبارتی فکر میکنیم که طرف مقابل ما رو دوست نداره. یعنی اگه من با اون زبان عشق تو، زبانی که تو دوست داری عشق رو دریافت بکنی، باهات حرف نزنم، تو فکر میکنی که من اصلا دوستت ندارم دقیقا. و عشق رو دریافت نمیکنی. دقیقاً احساس دوست داشته نشدم میکنم. حالا اون 5 تا چی هست؟ اولیش words of affirmation یا ابراز احساسات کلامیه. اینکه به زبون بشنوم که میگی دوستت دارم، اینکه ازم تعریف و تمجید بشه، اینکه قربون صدقه هم دیگه بریم، اینکه به یه شکل خاص اسمم صدا زده بشه یا یک اسم خاصی مثلا برای پارتنرم داشته باشم. اینجور چیزا میشه در واقع جزء طبقه بندی ابراز احساسات بیانی و میشه شیوه اول. کت جدید خریدم. مبارکت باشه. شنگه. آره. دومیش acts of service، یعنی انجام یه کار، ابراز علاقه با یه کاری انجام دادن برای طرف مقابل، با کمکش کردن، وسیله هاشو کمکش ببری، درو براش باز کنی، غذا براش درست کنی، چای براش بیاری، یا انجام هر جور کاری که در واقع زندگی اونو راحت تر کنه. این بعضی دوست دارن که بعضی اینجوری عشقشون رو نشون میدن و یا دوست دارن که اینجوری رو ترجیح میدن که عشق رو دریافت کنن. وقتی کسی براشون یه کاری انجام میده احساس دوست داشته شدن میکنن. چایی آوردم. شیوه سوم هدیه است، گیفتس. اینکه کسی براشون حواسش باشه یا یادش باشه یا دقت بکنه به اینکه خب من الان چی رو دوست دارم و همون رو براش تهیه بکنن. میتونه هدیه دادن، گل خریدن، گل گرفتن، میتونه خیلی کار مثلا هدیه، منظور از هدیه چیز گرون قیمت انگشتر الماس نیست، ولی اینکه مثلا من ببینم یه کتابی که من دوست داشتم داشته باشم رو تو برای من گرفتی، یا اینکه یه چیزی که من مدت‌ها بوده بهش فکر می‌کردم رو تو حواست بوده و مثلا برای من گرفتی. این بعضی‌ها در واقع شیوه ابراز عشقشون اینطوریه یا دوست دارن که اینطوری عشق رو دریافت بکنن. تو آخرین کی برای من کادو خریدی؟ تو اصلا برای من گل نمی‌خری؟ چهارمیش کوالیتی تایمه، یعنی با هم یه کاری انجام بدن، یه وقت مشترکی با هم داشته باشن، با هم برن کوهنوردی، پیاده روی، قدم بزنن، سینما برن. بعضیا عشق رو اینجوری میفهمن یا دوست دارن ابراز کنن
که با هم یه زمان مشترکی برای انجام یه کار مشترکی داشته باشن. آره در واقع یه زمان با کیفیتی رو با هم دیگه بگذرونن، سفر برن مثلا یا یه کاری فعالیت فانی رو با هم دیگه انجام بدن. و شیوه پنجم این که به صورت فیزیکی فیزیکال تاچ داشته باشن، یعنی احساس لمس به صورت فیزیکی، این که دست همدیگر رو بگیرن، این که همدیگر رو بغل بکنن، این که سکس یه شیوه در واقع فیزیکال تاچ میتونه باشه، یا نوازش بکنن همدیگر رو. آره اینو به عنوان عشق میفهمن. آره و حالا هر کدوم از ما یک یا دو تا زبان اصلی عشق داریم و وقتی که با اون شیوه حرف نمیزنیم انگار که عشق دریافت نکردیم. مثل دو نفره که با دو تا زبون مختلف دارن با هم حرف میزنن. آره و قاعدتا هیچکی رو نمیفهمه و نمیتونن، هیچ ارتباطی نمیتونه اون وسط شکل بگیره. Est-ce que tu peux boire quelque chose? شیموی؟ Je vais boire une tasse de thé. Tu veux? و خب مرحله اول اینه که بفهمی که زبان عشق خودت چیه، دوست داری که به چه شیوه این عشق رو دریافت بکنی. زبان عشق پارتنرت چیه، اون دوست داره که به چه روشی این عشق رو دریافت بکنه. و بعد مرحله بعدی که خب مرحله سخت‌تریه اینه که چطوری میتونی این درخواست رو داشته باشی و به پارتنرت بگی که آقا من دوست دارم که اینجوری عشق رو دریافت بکنم، دوست دارم که اینجوری دوست داشته بشم و شیوه مورد علاقه من برای برطرف کردن و برآورده کردن نیاز عشق این استراتژیه. آره و خیلی وقتا ما در واقع واقعا نمیدونیم که اون شیوه عشقمون چیه و این باعث میشه که خیلی از دلخوری‌ها پیش بیاد و آدما احساس دوست داشته نشدن بکنن تو رابطه و احساس کنن که نه این رابطه به درد من نمیخوره، فقط به خاطر اینکه نمیدونن واقعا خودشون چجوری دوست دارن عشق رو دریافت بکنن و نمیتونن اینو کامیونیکیت کنن با طرف مقابلشون، نمیتونن بخوان از طرف مقابلشون که تو با من به این شیوه این شیوه مورد علاقه من برای دریافت عشق و بهش بگی اینو و ازش بخوای که با این شیوه باهات گاهی حرف بزنه. برای تو چطوریه؟ تو میدونی که زبان عشق چیه و آیا برات راحت جرأت اینو داری که به پارتنرت بگی که زبان عشق من اینه و دوست دارم که با هم اینجوری حرف بزنی گاهی؟ خیلی وقتا درخواست کردن، گفتن همین که من دوست دارم که به این شیوه نیاز به عشقم برآورده بشه ممکنه خیلی سخت و چالشی باشه. اگه دوست داری بدونی که چطوری میتونی به روش MVC درخواست بکنی طوری که اختلافی پیش نیاد، دلخوری پیش نیاد، میتونی این ویدئویی که ما اینجا لینکشو گذاشتیم ببینی. مرسی. و اگه دوست داشتی بیشتر بدونی میتونی به کارگاه‌های ما هم بیای و اونجا بیشتر با هم تمرینش کنی. کانال ما رو هم دنبال کن.